سلام بچه ها، من امیر آیتوان هستم. خیلی خوش اومدید به این ویدیو. امروز قراره اکانت یوتیوبر ها رو چک کنیم و تقییم بزنیم که چقدر ارزش دارن. بچه ها بریم سراغ ویدیو. متاسفانه هندکمم خرابه، نمیتونم این ویدیو هندکم نیست، فقط صدام هست. بریم سراغ ویدیو. امروز قراره اکانت احمد لجند رو تقییم بزنیم. متاسفانه امین اینفرنو، امید سیکس و مهسیار بنگ رالت استریم مود هستش اکانتشون و نمیتونیم رو بررسی کنیم. خب این یوآیدی احمد لجند هستش. امو دلها خیلیاتون دیدید، شاید لاویش امو دلها زده. بریم بررسی کنیم. خب بعد 9 بار لژندری کرده کاپشو بتل رویال. متاسفانه اینجا موبایل من هنگ کرده، نشون نمیده مولتیو. فکر کنم 3 بار مولتیو لژند کرده. بله 9 بار بتل 3 بار. و اسم یکی اشکاناش هم گذاشته لژند آیتی. خب بچه هم 19 تا میتیک داره، 34 تا لژند، 18 تا میتیک. خب بعد 2 تا اسکین میتیک داره، 4 تا اسکین لژند و 2 تا چابل لژند دیاروی لژند. خب بریم تخمین بزنیم ببینیم اکانتش چقدر میارزه. اینم که رایگان میده، صدا گردونه بزنی اونه. خب بچه 18 تا میتیک داره، هر کدوم حالا 3 تومن حساب کنیم حدود 54 تومن میشه دیگه. آره 54 میلیون تومن. خب هر کدوم 3 تومن حساب کنیم، حالا 18 تا میتیک 54 میلیون میشه. 34 تا لژند داره، هر کدوم 2 میلیون تومن. حالا 2 ضبط داره، چند تا 34 تا، نه 2 میلیون هم نمیاد، 1.5 هم حساب کنیم 51 تومن میاد. خب 51 میلیون تومن، 51 میلیون لژند و اینو میتیک 54 میلیون هم میتیک. خب بریم سراغ اسکین هاش. بچه 2 تا اسکین میتیک داره، هر کدوم 5 تومن حساب کنیم و اسکین های لژند رو هر کدوم 2 تومن حساب کنیم میشه به عبارتی 10 تومن از اسکین میتیکا و 8 تومن هم از اسکین لژند میاد. البته این تقریبا برای فروششه، نه برای اکانتی خرید. الان 500-600 میلیون شاید حتی 700-800 میلیون تومن اینا خرج کرده برای اکانتشو. بالاخره دیگه بچه خوشحال میشم چنل رو سابسکرایب کنید، خواهش میکنم ما رو حمایت کنید. بچه 2 تا هم چابل لژند و دیاروی لژند داره، ATV لژند هم داره. 2 تا هم هر کدوم از اینا رو 3 تومن حساب حالا کنیم. بله 3 تومن حساب کنیم میشه 129. حالا 10 تومن هم بتل پس حساب میکنیم میشه 139 میلیون. اکانت احمد لجند. پارت بعدی رو زودتر میذارم. خدا نگهدار.